أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر صحابه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر روایت حدیث کردن که میگه جناب پیغمبرش پرسیدم که ای الاعمال افضل یا رسول الله عمل خوبه پیغمبر رسول الله گفتم که الایمان بالله یگان عمل با باوری به خدا برابر نکن. در همین دنیا چی عملی که هست امروز همه رو به خدا شناس برابر نکنه. یگانه نعمت همینه که ما خدا یگانه رو میشناسیم. اگر ما رنگ مسیحی ها سه خدا رو شناسیم چی خدا بگیم؟ حضرت والی که دینار خطی اسقفای مسیحی بحث میکنن و او میگن خدا سه تر یا به سه خدای میدونن. میگه خدا یک تر و این سوال میکنه که در یک ملک یک پریزیدنت خوبه یا سه پریزیدنت؟ اون مسیحی ها میگن که یک تر. و میگه چی میشه که شما در یک ملک دنیا سه خدا بوده زیو؟ میگه در این دنیا رو قانونش یا روبر و سه یوگه دو روبرش دنیا پلید نشه با. گفته اگر سه روبر باشه دنیا را تشی بر میکشه یا تی بر. و میگه کشتی در یک کس روبر شوه یا سه کس باشه میگن یک کس. و میگه هم معنی که همینه که خودتون در ایمانتون شک داره. همه هم مسلمان میشن. ما الحمدلله همه خدا در ایمان یگانه داریم که به حد نعمتی بزرگه. اگر رنگ مشرکا بر یک بت سجده میکنیم چه خدایی بود؟ اگر می رفتیم در پیش بتا قربانی میکنیم چی گپ بود؟ اگر یگان چوب و آلت و گو و موش و مورا رنگی که این دو پرستش میکنیم از چی میگه؟ اینو گو شما بینیم بر روی آدم گوه میگذرونن که گناهاتون میبخشن. اگر علاوه خدا میگفتیم و پیشاب مال بدنامون نمیشتیم چی معنی بود؟ که ما گناه توبه شدیم. ولی ما رسول الله قدرش در درون دینش نمیدونیم. یه بار بیرون از دین برای بمیخونیم چی دین هایی. این دین به نهایت به عذاب شکنجه مدرسه گمون. برای همین حضرت ابو ذر میگه پرسید جناب پیغمبر یگان عمل گو به شناخت خدا برابر نکن. وقتی تو خدا یگانه رو میشناسی به خیلی نعمت بزرگ. بعد از او پرسیدم که پیغمبر ای رقاب افضل کدام آزادی خوبه؟ چیکار کنم که همین آزاد کنم؟ کی آزاد کنم خوبه؟ گفت همون بنده را آزاد کن ابو ذر که هم خوش اخلاقه، هم عایله دوست داره، هم محنتیه. بلال حبشی بمونه. ابوبکر صدیق آزادش کرد در اون زمان که عصر غلامداری بود. الحمدلله زمان ما نیست.